ممکن آینده یگان کس همه چیزای گفتگی و پروتیف خودم استفاده کنه نکی میگم. مثال میگیریم تو یگان بلاگر معقول نیست، یگان سراینده معقول نیست، یا که یگان کمپانیای موبیلی یا یگان کمپانیای کارتا دکنسه بود نمیکنن. چی خیلی کنیم که اقلا این کمبوش ضررمون برسه. اول تو باید بلاگر سراینده هم خیلی چیزا را در کامنتاریای خودش در هر جا کامنتاریای دیگه هر گپ نگوی که وای در اکتیو میشه وای نامدار میشه. اولا دومش چی خیلی کنیم که ایمینه در سراینده یا در بلاگر ضررمون برسه. روحی یکم پروستا زبلوک میکنی. در کی جایی که پوبلیکاسیش کردن بگی او چیزا رو هم زبلوک کن. ای همه چیز گلونی ای وقت زندگی تا همه چیزا بدون وقت در هر چیزی حرام صرف نکن. بلاگری که ترا دیلت میشورو ای هر کاری بد میکنه هر کاری خیلی میکنه پروستا وای زبلوک کن. وقت در چیزای بد صرف نکن. دیوم چه زهرمون بچه کنیم وقتی که هم بلاگر قطعی کدوم کمپانیا کار میکنه کو بدرو هم کمپانیا در باره هم بلاگر هرچی بنویس همون کمپانیا را هرگام بین که اگر همون کمپانیا در پلی مارکت موبیلی پریلاژن داشته باشه میدروی در پلی مارکت درو از کچاد میکنی پریلاژنیشه بعد جای ادزیوش یک میمونی به حقارت به یگون خالی فک پک درونش نباشه که گوگل پلی رو دلیل میکنن به هر چیزو تی چند تا جیمیل داری کو و چند تا جیمیلت هر نمود ادزیو یک میمونی زیوزدشکا هر نمود ادزیو گپوتا در همجا خولی میکنی در برای بلاگر در برای دیگر چیزو سه تا جیمیل داشته باشی دوای سه تا زیوزدچکا یک میمونی و هر نمود گپوتا میگیده همونجا. اوجه خیت کردی که کمپانیای موبیلی یگان کمپانیای یگان بانک مانکوی که هستن ما خدم استفاده کردم این چیزا همه تری چیزو چی کاری تر وقتی حل نمیکنن چی مثال تو همیو دا پروتیف میشه یکم کمپانیا را سیم کارتش علیش که ای دیگه کمپانیا بگی سیم کارتا ایرا تو میتونی که بزنی بشکنی ستوریز کنی که اینما همیرش کسم در کورنز بزبای یکم ای خیلی میکنی یا که ایجا میخواه هسته که تو هوای میشکنی میپارتوی ویدیو نمیکنی برای که تو ویدیو کدی دیگر رو درباره هوای کمپانیا میبینن. بعد رنگ جیمیل در نشان دادن که در پلی مارکت در پلی مارکت یا که اپ ستور در پروگرام داشته باشن میدروی در اوجا ادزیو یک میمونی با چند تا جیمیل یک تبعی میمونی مینویسی ادزیو در پولی مینویسی روی میکنی جیمیل تعلیش میکنی با سرکه میدروی باوای مینویسی خوشو که ده تا ادزیو خیلی نه ای قایش دیگه باشه که پلی مارکت میفهمن دیگر شو دلید میکنه با سه تا جیمیل وقتی موندی او دلید میشه. ما از یک چیزی خدمت میگم که چه خیلی ما کدام همون کمپانیا اتوی داد من نمیگم کدام کمپانیا و چیه نکی میگم که چه اتوی داد. چند قپش یک کمپانیا کارو حل نکرد وقتی در اینستاگرامش نوشتن گفت در اینجا نوشت در اونجا نوشتم دیگه هم خیلی بوچی تشی نشید وای خیلیش که من بس میکنم من میکنم نکی نه ما بس نکردم من میدونستم چیزا در اومدم ای پلی مارکت پروگرامش از کچات کردم ادزیف یک موندم همش نوشتم بعد آخرش نوشتم چند بار نوشتم که یعنی ریکامندیو اتات نمیتاری یعنی ریکامندیو نمیتاری یک موندم روی کدام هیچ گپ نشید چند قپس دراندم بعد دیم جیمیلم قطعی در همون چیز در آمدم با ادزیو موندم ای سرکه با هر خیل نوشتم و همون چیز ما نوشتم ادزیو نریکامندیو اتات نمیتاری نوشتم همون چیز روی کدام چند قپس یکی وجه پیدا کردن یافتن گفتن که شما در پلی مارکت مودا نوشتن که این مخالی گپ شید ما گفتم ها شما این خیلی کاری مرا حل نکردین در دیرکتورتون این خیلی جواب ندادین گفتم کاری من موند ما همین کمپانیا را علیش کردم دیگه هیچی گفتن نتونستم هیچی گفتن نمیتونم دیگه برای که تو ویبر داری همین چیزا بدون هر روز در زندگی آدم ویبر پیدا میشه تو ویبر پیدا میکنی که سیگدا گفتی که 24 ساعت در اینستاگرام بشینی یا روشا بکنی چه از اینستاگرام سون کار کنی این خیلی ویبر هست که ان شاء الله نصیب آینده من نشون میدم چیزا را نه که هوزی نه هوزی گپ دیگه چیز بود وقتی که یگون بلاگر یگون کانال یگون چی بگم گروپ هایی که اینستاگرامی که تدا سختت میرسه تو میبینی ولی نبرات موتیواسیا نمیشه دیلت بیزیب میشه و چیزو میشه هوای او دلید که اگر در دروش هر خیلی چیزوی جنگ پنگ چیزو داشته باشه пожаловаться که در بالای هم پوبلیکاسیش زبلوک یگونه راهی که ما میتونیم یگون بلاگر در ضرر من رسونده و یگون کس در ضرر رسوندن ای ما همین ویدیو در گفتم بعد زبلوک شه отписаться не زبلوک именно زبلوک ما در این ویدیو بهترین چیزا را تو دفعه موندم حتما استفاده بر من میگم کار میکنم ما 100% گارانتی میتونم که همین چیز کار میکنم